استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که پرارزشترین دستاورد ملت تاجیک است، با شرافت سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده به احیای دوباره ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک مساعدت نمود. جامعه مهنتی و کل استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چاره‌بینی تنتنوی دایر نموده جشن اجدادی مهرگان را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کردند. دانشجویان و استادان دانشگاه خیمه‌ها آراسته شعر و گفتارها و سرود و رقص‌ها به نمایش گذاشتند که ترنمگری جشن اجدادی مهرگان و رسم و آیین خاص این جشن قدیمی مردم کهن بنیاد ما می باشد. شاد مهرگان جشن اقبال بر جهان فرخنده باد ملیکی شرق مهرگان. جشن مهرگان همچون آیین بسیار باستانی میراث ارزشمند اجداد شرفمندان بوده. در طول تاریخ و امروز به صفت یکی از رکنهای مهم خودشناسی و خودآگاهی مردم ما به حساب می رود. در زمان استقلال دولتی این آیین باستانی ما دیگر باره احیا گردید و طبق قانونگذاری عمل کننده به جشن ملی مردم کشورمان تبدیل یافت. سال پنجم است که جشن مهرگان در سراسر کشور تجلیل کرده می شود و کشاورزان شرفمند ما یکجا با مردم مملکت این سنت اجدادی را با خوشحالی استقبال می گیرند و با شکرانه از فضای صلح و ثبات وطن همدیگر را با این جشن باستانی تبریک می نمایند. صحنه‌های به نمایش گذاشته شده که مضمون و ماهیتش قدردانی و دستگیری و ارجگذاری زحمت و مهنت دهقانان را فراگیر بود، سزاوار بهای بلند اشتراکیان گردید. خیمه‌ها عادتاً به محصولات و پالیزی‌ها و تمام دسترنج مرد دهقان آراسته گردیده بود که خاص جشن مهرگان و رمز تیره‌ماه زرنثار میباشد. در گوشه جشنگاه همچنین محصولات نیاز اول از قبیل سبزی و کارتاشکا و پیاز و گوشت به فروش گذاشته شد که از جشن جمع‌آوری حاصل، عید فراوانی، شادی و نشاط، دوستی و رفاقت، وحدت و یگانگی و مهر و صداقت گواهی میداد. تاجیکستان دولتی طبیعتاً زیبا می باشد. مردمش مهمان نوازند. مردمی زحمتکشی این دیار بسیار به دهقانی و زراعتکاری مشغولند. در این جشن که مهرگان نام دارد، همه محصولات خواجگی خلق به نمایش گذاشته شده است. اشتراک در این جشن برایم خیلی پسند است. همه خرسند و شادند، زیرا که جشن مهرگان جشن سبزوات است. مورد ذکر است که این جشن برابر رشد به سابقه کارهای دهقانی و جاری شدن تقویم دهقانی پیدا شده است. مهرگان که اساساً عید حاصلات است، در آغاز فصل تیر ماه جشن گرفته می شود و با حساب میلادی از 23 سپتامبر تا 22 اکتبر دوام می یابد. جمع‌آوری غله‌دانه از جانب دهقانان در همین روزها آغاز می گردد. تجلیل عید مهرگان در دوره سلطنت ساسانیان با شکوه و شهامت و تنتنه خاصه به قلم داده شده است. عید مهرگان عیدهای قدیمی خلق ما می باشد. سبب پیدایش آن ما باید خاطر رسان کنیم که این عید کشاورزان است. از همان روزی که به ساحه کشاورزی اعتباری اساسی دادن، عید مهرگان هم پیدا شده است. این به زمان نیولیت راست می آید، به همان دوره تاریخی که آدمان به کشتکار زمین سر کردند. بنابراین این عید زمینداران عید کشتکاران است. در کتاب اوستا هم نوشته شده است که آن کسی که تخم می پاشد و تخم نیکی می کارد. فلسفه اوستا پورا در همین عید مهرگان تجسم خود را یافته است. با شکوه شهامت تازه تجلیل جشن مهرگان در دانشگاه و در دایره آن صورت گرفتن آیین و مراسم‌های زیاد، بار دیگر مهنت قرینی گذشتگانمان را از دوره‌های باستان و بیشتر به کشاورزی شغل ورزیدن آنها را تجسم نمود. پیشنهاد برنامه ادبی و فرهنگی دسته‌های هنری سازی و آوازی آشیان مهر به چاره‌بینی تنتنوی حسن دیگر ضم نموده، سرود و موسیقی‌های جذاب و رقص و شادی استادان و دانشجویان که از فرهنگ و فراوانی جشن مهرگان گواهی میداد، خاتمه بخش
چوربینی متنتن گردید. با